نیمه دوم روز هفتم اوگوست سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده از جریان کارهای ساختمانی برطرفسازی عاقبت‌های آفت طبیعی بنیاد خانه‌های استقامتی در جماعت‌های دهاتی اسکلان و هجبارک ناحیه رشت دیدن نمود. نخست سروزیر مملکت قاهر رسولزاده از رفت کارهای ساختمانی خانه‌ها به عائله‌های از آفت طبیعی ضرر دیده در محله نوبنیاد دهه زرنگک جماعت دهاتی هجبارک شناس شد. ضمن شناسایی با جریان کارهای ساختمانی اطلاع داده شد که در محله نوبنیاد دهه زرنگک 3.5 گکتار زمین جدا گردیده است تا 35 خانه استقامتی برای ضرر دیدگان این آفت طبیعی ساخته شود. بنیاد خانه‌های ذکر شده با مرام ادامه داشته کارهای ساختمانی در عرفه انجامیابی قرار دارند. همچنین در این محله بناهای باغچه بچگانه و بنگاه طبی با مرام ادامه دارد. ضمن واخوری با ساکنان ضرر دیده تاکید شد که با دستور سرور دولت محترم امامعلی رحمان همه خانه‌های ویران و ولنگار شده با مبلغ گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان تا جشن استقلال دولتی با صفت بلند به استفاده داده می شوند. در ادامه سفر سروزیر مملکت قاهر رسولزاده به جماعت دهاتی اسکلان ناحیه رشت سفر نموده در دهه‌های گلخانی، سفید تندک و اسکلان 3 خانه استقامتی عائله‌های پوره ضرر دیده و 13 خانه استقامتی عائله‌های قسماً ضرر دیده از آفت طبیعی را به استفاده دادند. اولا از نام خودم از نام ساکنان دهه گلخانی جماعت دهاتی اسکلان اظهار میناداریم را به اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت محترم امامعلی رحمان میرسانم که در روزهای وزنی زمین لرزه‌ای که در ناحیه رشت از آن جمله در دهه گلخانی شد با سپارش پیشوای ملت نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان وارد این دهه شده با ساکنان این دهه که خانه‌هاشان با پرگی و قسما ویران شدگی بودند از مواد خوراکه خیمه‌ها با پرگی تعمیر کرده شدند و این خانه‌ها امروزها با پرگی تعمیر کرده با تمام تجهیزات لوازمات زندگی پوره تعمیر کرده شدگی هستند. ما هیچ توجه خود را برای جشن گرفتن 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان حصه ارزنده خودم را میگذاریم و فرزندان خود در رویه و تندرستی خویشتن شناسی تربیت کرده به وطن خود صادقانه خدمت میکنند. ذکر گردید که در جماعت‌های هجبارک و اسکلان در 103 خانه استقامتی کارهای ساختمانی ادامه داشته در عرفه انجامیابی قرار دارند. سروزیر مملکت به مسئولین و ساختمانچیان دستور دادند که هنگام بنیاد خانه‌های نو به استفاده درست مسائل ساختمانی و تامین استواری بناها اهمیت جدی ظاهر نمایند. سپس سروزیر مملکت قاهر رسولزاده در دهه سفید تندک جماعت دهاتی اسکلان با ضرر دیدگان آفت طبیعی و فعالان دهات واخوری دایر نموده در ادامه سخنرانی سروزیر مملکت قاهر رسولزاده ساکنان ناحیه رشت را بخشیده به جشن استقلال دولتی تبریک و تهنیت نموده از ساکنان دعوت نمودند که بهر رشد و پیشرفت و تحکیم استقلال دولتی سهمگذار باشند. ذکر گردید که با تلاش و غمخوری‌های بی‌واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مردم ضرر دیده با شرایط خوب و روزگار آسایشته تامین گردیدند. ساکنان ناحیه رشت که صاحب خانه‌های نو و زمانوی گردیدند مینتداری گرم و صمیمی خویش را به پیشوای محبوب ملت محترم امامعلی رحمان بیان داشتند. از پرزیدنت محترم امامعلی رحمان مینتداری بیان میکنم که ما را در همین دوام کوتاه صاحب خانه و در کردند. ما در زمین لرزه آسیب کلان دیدیم. ما را دستگیری کردند. از همه اشیاء خانه از همه روزگار و حال احوال ما با خبر شدند. بار دیگر من مینتداری خود را بیان میکنم که ما هم خیلی پیشوا داریم، ما هم خیلی دولتی مستحکم داریم، ما هم خیلی دولت صاحب استقلال داریم. امروز تشکیلات شبانه روزی حکومت مملکت تاجیکستان با جنبال مستان همرنگ گردیده است. اگر کس به دورترین دهه دیار ما رود مردم را می‌بیند که همه پیروان و هواخواهان پیشوای ملت میباشند، تنها به کارهای آبادانی و سازندگی مشغولند. نشان درست گفته‌های ما همین بینای زیباست که در یک مهلت کوتاه به دستور پیشوای معظم ملت بنیاد گردید و ما را از چاه ناامیدی بیرون آورد و به زندگی دلگرم نمود. ما ساکنان جماعت دهاتی اسکلان بار دیگر مینتداری خود را به پیشوای معظم ملت میرسونیم که چنین خانه استقامتی زیبا و با حشمت به ما ساکنان ضرر دیدگان تحفه نموده است. به 13 نفر کلیدهای خانه‌های ساخته شده را تقدیم نموده تاکید کردند که محض توجه و غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بود که ساکنان ضرر دیده در یک مدت کوتاه صاحب خانه‌های نو و زمانوی گردیدند. گفته شد که سیاست سازنده و انسان دوستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان باعث آن گردید که اهالی از آفت طبیعی ضرر دیده ناحیه رشت پوره با خانه‌های استقامتی تامین گردیدند.
ما از اقدام نیک جناب عالی محترم امالی رحمان بسیار شاد هستیم که در دوام همین زمین جنبشی که در وادی رشتون زمین گذشته شد و ما بسیار کمک های خوب رساند. ما بسیار خانه ها ویران شدگی بودند. بسیار در یک مدت کوتاه ما صاحب خانه شدیم، صاحب خیلی زندگی آباد شدیم. بعد خانه زمانوی که خانه ها رو ما در گوشه خیالمان نبود، همش از رشد پخته و آهن و بیتان و ما بسیار منندار هستیم. رحمت به جناب عالی. در عرفه جشن استقلالیت این یک تحفه خوب هست که از جناب عالی ما گرفته. باید تاکید نمود که بر اثر زمین لرزه رخ داده در 11 دهه های جماعت های دهاتی اسکران و هیچبورک 150 خانه استقامتی آسیب دیده بود. از جمله 34 خانه پوره و 116 خانه قسماً ویران شده، به 134 خانه استقامتی و 59 بینای یوریرسان ضرر سبک رسید. از لحظه های اولین بعد رخ دادن زمین لرزه با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و با مقصد معین نمودن خسارات رسیده از عاقبت های زمین لرزه و تشکیل کارهای برطرف کنی کمیسیای حکومتی در هیئت راهبران وزارت و اداره های دخلدار تأسیس یافته به ناحیه رشت سفربر گردید و پهلو به پهلو با ساکنان محل عاقبت های زمین لرزه رخ داده را برطرف نمودند.